رابرت کیوساکی در سنین رشد تحت آموزش دو پدر قرار گرفت. یکی پدر پولدار که پدر بهترین دوستش بود و دیگری پدر فقیر که پدر واقعی کتابخوان آنلاین. به این ترتیب اون تونست مابین دو دیدگاه بسیار متفاوت یکی رو انتخاب کنه. پدر فقیر اون تحصیلات بسیار بالایی داشت، اما پدر پولدار حتی کلاس هشتم هم تمام نکرده بود. هر دوی اونا حسابی کار میکردند و موفق بودند و درآمد قابل توجهی داشتند. با این حال یکی از پدرهای رابرت همیشه تقلا میکرد و دیگری هیچ نیازی به این کار نداشت. رابرت در دوران نوجوانی با مسئله وجود دو مرد قدرتمند و تأثیرگذار در زندگیش روبرو بود. اون میخواست پسر خوبی باشه و به حرفای هر دو نفرشون گوش کنه، اما این دو مرد هر کدوم چیزهای بسیار متفاوتی میگفتند. از اونجا که دیدگاه‌های اونا خیلی فرق میکرد، رابرت مجبور بود در مورد گفته‌هاشون فکر کنه و همین باعث شد تفکر مستقل رو یاد بگیره. اعتقاد رابرت بر اینه که دلیل اصلی ثروتمندتر شدن ثروتمندا، فقیرتر شدن فقرا و تقلای طبقه متوسط در همون جایگاهی که هستن اینه که موضوع پول رو صرفاً در خونه به بچه‌ها آموزش میدن و سیستم آموزشی در این باره مطلبی آموزش نمیده. اگه کودکی خانواده فقیری داشته باشه ممکنه در مدرسه عملکرد بسیار خوبی از خودش نشون بده و شغل عالی هم به دست بیاره، اما اگه هیچ وقت مدیریت پول رو یاد نگیره همواره فقیر باقی میمونه. با توجه به اینکه رابرت تحت تعلیم دو پدر بود، از اونها چیزهای زیادی آموخته و در خصوص قدرتی که در ذهن در زندگی فرد ایفا میکنه بینش خاص خودشو کسب کرد. به عنوان مثال یکی از پدرای اون میگفت من پول برای فلان چیز ندارم، در حالی که دیگری میگفت برای اینکه پول برای فلان چیز داشته باشم باید جمله اولی نوعی اعلام و علامت توقفه. دیگری سوالیه که آدمو وادار به فکر کردن میکنه. وقتی میگید من برای فلان چیز پول ندارم، تنبلی ذهن خودتون رو نشون میدید. یکی از پدرای رابرت فکر میکرد ثروتمندها باید مالیات بیشتری بدن تا صرف مراقبت از گروه‌های ضعیف‌تر اجتماع بشه، در حالی که دیگری مالیات رو نوعی ابزار تنبیهی بر ضد اونهایی میدید که در جامعه به تولید ثروت و سود رسوندن به دسته دیگر مشغول هستند. یکی از پدرها اعتقاد داشت به خاطر عیالوار بودن هرگز نمیتونه ثروتمند بشه، در حالی که دیگری میگفت به خاطر بچه‌هام هم که شده باید ثروتمند باشم. همونطور که ملاحظه میکنید این دو پدر در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف نظر داشتند. به همین خاطر رابرت در سن 9 سالگی تصمیم گرفت تا در مورد مسئله پول به توصیه‌های پدر پولدار گوش کنه و توصیه‌های پدر فقیر رو نادیده بگیره. رابرت کیوساکی شیوه تفکر 10 میلیون نفر از مردم رو در سرتاسر جهان در مورد پول به چالش کشیده و تغییر داده. رابرتو به علت داشتن دیدگاه‌هایی که غالباً با باور مرسوم در تضاده به عنوان فردی صریح و شجاع می‌شناسیم. او همچنین در سرتاسر جهان به عنوان مدافع آموزش مالی شناخته میشه. اصلی ترین دلیل گرفتاری مالی مردم اینه که افراد سالها در مدرسه صرف یادگیری کردند اما هیچ چیزی در مورد پول یاد نگرفتند. به همین دلیل یاد میگیرن که برای به دست آوردن پول کار کنند، ولی یاد نگرفتن کاری کنند تا پول برای اونها کار کنه. کتاب پدر پولدار، پدر فقیر. 1. افسانه غلط لزوم داشتن درآمد بالا برای ثروتمند بودن رو در هم میشکنه. 2. باور دارایی به شمار آوردن منزل مسکونی رو به چالش میکشه. 3. والدین متوجه میشن که به چه دلیلی نمیشه مسئولیت آموزش‌های مالی رو به مدرسه سپرد. 4. تعریف دارایی و بدهی رو شفاف و روشن میکنه. 5. مطالبی که لازم است برای داشتن آینده مالی موفق در مورد پول به کودکان خود یاد بدهید را آموزش میدهد. کیوساکی 30 سال زندگی خودش رو برای یادگیری در مورد پول از پدر پولدار صرف کرد. وقتی همه چیز رو یاد گرفت و دونست، فهمید در خصوص پول 6 درس اصلی وجود داره که مدام تکرار میشن. این کتابم بر اساس همون درس هست. البته سعی شده تا جای ممکن به زبان ساده بیان بشه. این درس ها جوابی نیستند که به یک سری سوالات داده بشه، بلکه صرفاً راهنمایی هایی هستند تا به شما در سفری به سوی ثروت کمک کنه. فقرا و افراد طبقه متوسط به خاطر پول کار میکنن، اما ثروتمندا کار میکنن تا پول در خدمت اونها باشه. کیوساکی در کتاب ماجرای شبی در سال 1956 رو تعریف میکنه که در سن 9 سالگی از پدر خودش در مورد راه ثروتمند شدن پرسیده بود. بچه پولدارهای مدرسه‌شون دوباره اجازه نداده بودن تا اون و بهترین دوستش مایک اونها رو در تفریحشون همراهی کنند. جوابی که پدر پولدار به این سوال داده بود این بود که اگه میخوای پولدار باشی باید از مغزت استفاده کنی. این جمله آخرین نصیحتی بود که پدر پولدار اون شب به رابرت کرد.
رابرت و دوستش مایک تنها بچه فقیرهای مدرسه بودند. البته اونها همه چیزهای مورد نیازشون رو در اختیار داشتن، برای چیزی بیشتر از این نداشتن. اونها با هم توافق کردند که در جستجوی ثروت با هم شریک باشند. تمام اون روز رو با هم فکر کردند تا راهی پیدا کنند. همون روز بعد از اون راهی به نظرشون رسید تا پولی به جیب بزنند. حالا این دو شریک یک طرح کسب و کار داشتند. اونها چند هفته رو صرف گرد هم آوردن ابزارهای مورد نیازشون کردند. بعد مشغول تولید شدند. وقتی به پدر پولدار گفتن مشغول چیکاری هستن، پدر پولدار تقلب رو براشون معنی کرد و به پسرا گفت کاری که انجام میدن غیر قانونیه. اما با همین کار خلاقیت و عاطیه درخشان خودشون رو نشون دادن. بنابراین لازمه به تلاش کردن ادامه بدن. پسرها همینطوری مشغول تمیز کردن محل از به هم ریختگی خودشون بودند که پدر رابرت به اونها گفت برای دونستن راه ثروتمند شدن باید این مسئله رو با پدر مایک مطرح کنند. اون روز عصر مایک با پدر خودش صحبت کرد و پدر پولدار موافقت کرد تا صبح شنبه اون دو نفر رو ببینه. درس شروع می شود. ساعت 8 صبح که پسرها با پدر مایک ملاقات کردند، همون پدری که رابرت برای اشاره به اون از عنوان پدر پولدار استفاده میکنه. یه ساعتی از زمان شروع به کار اون میگذشت. اون از پسرها خواست تا زمان تمام شدن کارهایی که در دست داشت روی ایوان پشتی خونه منتظر بمونن. مایک به رابرت گفت وقتی از پدرش درخواست کرده راه پول درآوردن رو به اونها یاد بده، پدر پولدار نگاهی تمسخرآمیز به اون انداخته، اما بعد گفته حاضر پیشنهادی به اونها بده. پدر پولدار بعد از تمام کردن کارها سراغ پسرها که در ایوان پشتی منتظر بودند رفت و پیشنهادش رو با اونها مطرح کرد. اون گفت حاضر راه پول درآوردن رو به اونها یاد بده، اما نه به سبک مدرسه. اون تنها زمانی حاضر به انجام این کاری که پسرها قبول کنند براش کار کنند. حالا انتخاب با خودشون بود. اونها میتونستن این پیشنهاد رو قبول کنند یا راهشون رو بگیرند و برن. به هیچ سوالی هم جواب داده نمیشد. پسرها قبول کردند. قرار شد پسرها هر روز شنبه به ازای دریافت ساعتی 10 سنت در یکی از فروشگاه‌های پدر پولدار به مدت 3 ساعت کار کنند. بعد از 30 سنت خانم مارتین که نقش ناظر بچه‌ها رو در فروشگاه به عهده داشت، زنی مهربان و صبور بود. اون به رابرت و مایک گفت که با دیدنشون یاد پسرای خودش افتاده. قرار شد بچه‌ها قوطی کنسرو ها رو از قفس‌ها برداشته و گردگیری کنند و بعد تمیز و مرتب سر جای قبلیشون بذارن. پسرها به مدت 3 هفته همین کارو هر روز شنبه انجام دادن. هفته 4 که شد، رابرت از بابت اوضاعی که داشتن حسابی شاکی بود. اون با شرایط پیشنهادی موافقت کرده بود تا پول در بیاره، اما الان احساس می‌کرد حماله. بنابراین روز چهارشنبه در مدرسه از قصد خودش برای انصراف از این کار به مایک گفت و مایک از شنیدن حرفهای رابرت خندید و براش توضیح داد پدرش میدونسته چون این اتفاق میفته. مایک گفت حرفای رابرت رو به پدرش منتقل میکنه و روز شنبه جواب پدرش رو به اون میده. انتظار در صف روز شنبه. رابرت خودش آماده مواجهه با پدر پولدار کرده بود. حتی پدر خودش هم از این وضعیت پسر شاکی بود. اون به رابرت گفت باید به ازای کاری که در مغازه انجام میده تقاضای پرداخت ساعتی دست کم 25 سنت داشته باشه. روز شنبه رابرت دوباره به منزل مایک رفت تا با پدر پولدار اون دیدار داشته باشه و به اون گفته شد تا در نوبت بمونه. هرچی بیشتر منتظر میشد بر شدت عصبانیتش هم افزوده میشد. در نهایت نوبت اون رسید. هرچند رابرت از مواجهه شدن با یک بزرگسال ترسیده بود، اما این کارو کرد. اون به پدر پولدار گفت که از بابت چشم‌پوشی کردن از تعطیلات روزهای شنبه خودش ناراحته و سزاوار اینه که با اون بهتر رفتار کنند. اون گفت به نظرش هیچ چیز یاد نگرفته. پدر مایک برای رابرت توضیح داد که تمام اون مدت مشغول آموزش دادن به پسرها بود. اما روشی که برای آموزش انتخاب کرده بود روش زندگی بود، نه شیوهی که در مدرسه درس میدند. زندگی ما رو تحت فشار قرار میده و انسانها در مقابل این فشار به یکی از این دو روشی که میگم پاسخ میدند. 1. اجازه میدن زندگی همچنان به اونها فشار وارد کنه. 2. یا خودشون دست به کار میشن و در برابر مشکلات اونها هم نیرویی وارد میکنن. پدر پولدار به رابرت توضیح داد که اون و مایک اولین کسایی هستن که از او تقاضا کردن تا معلمشون بشه. هیچ کدوم از اون 150 کارمند دیگه که پدر پولدار داشت تا با همچین تقاضایی نزد اون نیامده بودن. بنابراین اون تصمیم گرفته بود به جای اینکه صرفاً با بچه‌ها حرف بزنه به اونها درس زندگی بده. افراد دائما به دنبال پول بیشتر هستند. اونها چشم انتظار افزایش حقوق، شغل بهتر و از این قبیل میمونند، ولی به نظر میرسه متوجه نیستند که مشکل اصلی از حقوق دریافتی نیست. پدر پولدار دیدگاهی رو که در ادامه به عنوان درس اول خلاصه شده بارها و بارها در صحبت‌هاش تکرار کرد.
فقرا و طبقه متوسط به خاطر به دست آوردن پول کار میکنند، اما ثروتمندا کاری میکنن تا پول براشون کار کنه. پدر پولدار برای رابرت توضیح داد حالا که اون از بابت دریافت مزد ساعتی 10 سنت عصبانی شده میتونه درس اصلی رو شروع کنه، در حالی که اگه اعتراض به این مبلغ نمیکرد اون هم نمیتونست به پسرک درسی بده. خشم بخشی از فرمول یادگیری رو تشکیل میده، چون که اشتیاق عبارت هست از ترکیبی از عشق و خشم. مردم کارفرمای خودشونو به خاطر استثمار کردنشون سرزنش میکنن، در حالی که واقعیت اینه که افراد خودشونو استثمار میکنن. اونها دستمزد پایین رو قبول کردن و بعد از اینکه ازشون سوء استفاده میشه ناراحت میشن. پدر پولدار برای پسرها توضیح داد که اگه میخوان کار کردن برای پول درآوردن رو یاد بگیرن باید برن مدرسه و درس بخونن، اما اگه میخوان یاد بگیرن چطوری کار کنن که پول برای اونها کار کنه میتونن این مسئله رو از اون یاد بگیرن. خیلی از افراد ترجیح میدن جانب احتیاط رو نگه دارند. اونها نمیخوان یاد بگیرن که چطور باید پول رو در خدمت خودشون در بیارن. برای اونها راحت تر اینه که کار کردن برای پول به دست آوردن رو یاد بگیرن، مخصوصا وقتی هیجان اصلی محرک اونها در تصمیم گیریشون ترس باشه. بعد پدر پولدار موضوع مالیات رو برای پسرها توضیح داد. اون به پسرها گفت بیشتر افراد 100% درآمدشون رو در اختیار ندارن. پسرها از شنیدن این مسئله شگفت زده شدند. پدر پولدار از رابرت سوال کرد که آیا اون همچنان علاقه‌مند به یادگیری هست؟ وقتی رابرت این مسئله رو تایید کرد، پدر پولدار به اون گفت که از حالا به بعد باید مجانی براش کار کنه. اون به پسرها گفت اگه در همین سن پایین قوانین ثروت رو یاد نگیرند، باقی زندگیشون همیشه چشم به راه درآوردن پول بیشتر خواهند بود. دست به دعا میشن که یک وقت کسی اخراجشون نکنه و تا خرخره در قرض فرو بینند. اونها باید استفاده از مغزشون رو یاد میگرفتن و وقتی موفق به انجام این کار بشن بابت این فرصت از اون تشکر میکنند. رابرت مسئله مجانی کار کردن خودش رو از پدر واقعیش مخفی نگه داشت. اون میدونست که پدر خودش هرگز قبول نمیکنه که مجانی کار کنه و خودش هم نمیتونه چیزی رو که هنوز به طور کامل متوجه نشده برای پدرش توضیح بده. به مدت 3 هفته پسرها مجانی برای پدر پولدار کار کردند. شنبه سومین هفته که از راه رسید، سر و کله پدر پولدار پیدا شد و اونها رو همراه خودش برای قدم زدن برد تا اوضاع و احوالشون رو جویا بشه. کتابخوان آنلاین. خودداری از افتادن در یکی از بزرگترین تله‌های زندگی. پسرها هنوز مطمئن نبودند که چیزی یاد گرفته باشند. بنابراین پدر پولدار به اونها گفت یاد بگیرید از مغزتون استفاده کنید. البته پدر پولدار به بچه‌ها پیشنهادی داد ساعتی 25 سنت به اونها پرداخت کنه، اما رابرت اونو نپذیرفت. پدر پولدار چندین بار مبلغ پرداختی رو افزایش داد تا در نهایت به ساعتی $5 رسید. رابرت میدونست ساعتی $5 دستمزد پیشنهاد مسخره‌ایه. هرچند بیشتر بزرگسالا هم در سال 1965 چنین درآمد ساعتی نداشتند، اما رابرت به جای هیجان زده شدن آرام بود. اون بخش حریص روح اون ساکت شده و حس آرامشی وجود اونو فرا گرفته. بیشتر افراد به 2 دلیل قبول میکنن به ازای کارشون مبلغ مشخصی به اونها پرداخت بشه. 1 ترس، 2 حرص. خیلی از انسانها در دور باطلی گرفتار هستن. اونها صبح از خواب بیدار میشن، سر کار میرن و هزینه هاشونو با حقوقشون تأمین میکنن. وقتی پول بیشتری به دست میارن بیشتر هزینه میکنن. اما روش دیگه‌ای هم برای زندگی کردن وجود داره که خیلی‌ها هرگز از اون اطلاع پیدا نمیکنن. پدر پولدار توضیح داد ترس یکی از دلایلیه که باعث میشه افراد در این دام گرفتار بمونند. پدر پولدار چند دقیقه‌ای در مورد ترس صحبت کرد و بعد ساکت شد تا مطالب گفته شده به خوبی در ذهن پسرها جا بیفته. اون براشون توضیح داد که میخواد اونها در این دام نیفتند. افراد دنبال پول بیشتر هستن چون فکر میکنن پول بیشتر براشون شادی میاره. البته وقتی پول به دستشون میرسه واقعا چنین احساسی دارن، اما این حس موقتیه و با تمام شدن پول اونها باز هم خواستار پول به مراتب بیشتری میشن. بعضی افراد هم ادعا میکنن به پول علاقه‌ای ندارن، اما اگر راست میگفتند دلیلی نداشت وقت خودشون رو سر کاری تلف کنند که دوستش ندارن. اونها هم صرفاً برای اینکه پول در بیارن باید این کار رو انجام بدن. این دست افراد در انکار به سر میبرند. پدر پولدار کلمه هیجان رو به معنی انرژی در حال حرکت توصیف کرد. اون از بچه‌ها خواست یاد بگیرن از فکر و هیجانشون به نفع خودشون استفاده کنن و مثل خیلی از افراد اجازه ندن برعکس این حالت اتفاق بیفته.
ترس عامل انگیزه بخش بزرگیه که در مسئله کار کردن برای پول درآوردن مطرح میشه. پدر پولدار به بچه‌ها توصیه کرد به جای ترسیدن از قدرت پول، مدیریت اون رو یاد بگیرند. مسئله‌ای که قطعاً در مدرسه به اونها آموزش داده نمیشد و باید اون رو در مسیر زندگی درک میکردن. اگه در سنین کم اون رو یاد نمیگرفتن، همواره برده پول باقی میموندن. در واقع پدر پولدار سعی داشت دیدگاه بچه‌ها رو گسترش بده تا اون چیزهایی رو که از دید خیلی ها پنهان مونده بود تشخیص بدن. پدر پولدار داشت به اونها یاد میداد از تله‌ای که ترس و حرص به وجود آورده خودداری کنند. اگه پسرها راه خودداری از افتادن در این دام و یاد نمی گرفتن و یه جوری بالاخره ثروتمندم می شدن، در نهایت برده پول باقی می موندند. پدر پولدار برای اینکه صحبتاش رو به زبانی ساده بیان کنه برای بچه‌ها مثالی زد و گفت فرض کنید فردی پزشکه و به دنبال پول بیشتره، بنابراین نرخ ویزیت خودش رو بالا میبره. خب این مسئله باعث میشه هزینه‌های سلامت و بهداشت برای همه افراد افزایش پیدا کنه. در این بین این فقرا هستند که از همه بیشتر آسیب میبینند، به این معنا که شرایط بهداشتیشون نسبت به دیگرانی که پول دارن بدتر میشه. رابرت از پدر پولدار پرسید مگه فرض بر این نیست که قیمت ها بالا میرن؟ پدر پولدار در جواب گفت به لحاظ نظری قیمت ها به جای بالا رفتن باید پایین بیان، اما بر اساس ترس و حرص به خاطر جهالت مردم بالا میرن. اگه در مدارس به جای تدریس راه پول در آوردن به بچه‌ها در مورد خود پول آموزش میدادن، مردم پول بیشتری داشتند خب و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد. پدر پولدار به بچه گفت دوست داره اونها به جای تصمیم گیری بر پایه احساساتشون، استفاده از احساساتشون رو یاد بگیرند. پدر پولدار همینطور گفت وقتی پسرها کار مجانی رو قبول کردند و بعداً حتی پیشنهاد دریافت مبلغ بالاتر رو هم نادیده گرفتن، فهمیده بود که اونها مرحله اولو با موفقیت پشت سر گذاشتند. اشتغال به یک شغل تنها راه حلی موقت برای مشکلی بلند مدت. مشکل خیلی از افراد هم یکساره، یعنی مشکل پرداخت مخارج زندگی. پولی که بر اونها تسلط پیدا کرده و اونها یک کار رو بارها و بارها تکرار میکنند بدون اینکه اعتقاد داشته باشند شاید راه بهتری هم وجود داشته باشه. بعد هر سه نفر به فروشگاه برگشتند و پدر پولدار ادامه داد ثروتمندها منتظر پول نمیشن بلکه پول در میارن. ثروتمندها به این مسئله واقفند که پول توهمیه که ترس و حرص باعث اون شده. پدر پولدار اون روز حرفای زیادی به بچه‌ها زد که متوجهش نشدن، اما به مرور که زمان گذشت کم کم همه چیز براشون معنادار شد. مشاهده آنچه که دیگران نمیبینند. اون روز پدر پولدار قبل از خداحافظی با بچه‌ها به اونها گفت همچنان به کار کردن ادامه بدن، اما اگه دنبال زندگی راحت تری هستند نباید به دریافت حقوق دلخوش کنند. هر وقت کار کردن به امید حقوق گرفتن رو فراموش کنند، قادر به کشف ایده هایی خواهند بود که به ذهن خیلی از افراد نمیرسه. بنابراین چند هفته بعد از اون هم پسرها به مجانی کار کردن ادامه دادن و در مورد مسائل مختلف با هم حرف زدند و هم فکری میکردند. یه روز رابرت متوجه شد خانم مارتین جلد کتاب‌های کمیکو از اونها جدا کرده و داخل جعبه قرار میده. وقتی از اون دلیل این کار رو پرسید، خانم مارتین توضیح داد قصد داره جلد کتاب‌ها رو به ازای دریافت کوپان به توزیع کننده هاش بده و کتاب‌های اصلی رو دور میندازه. همینجا بود که ایده‌ای برای کسب و کار به ذهن بچه‌ها رسید. اونها از خانم مارتین اجازه گرفتن تا کتاب‌ها رو داشته باشن و بعد کتابخونه کتاب‌های کمیکی رو در محله راه انداختن. این کتابخونه به مدت 3 ماه کار کرد تا اینکه با یکی از قلدرهای محل دعواشون شد و مجبور شدن کارشون رو تعطیل کنند. اما پسرها آینده درخشانی در پیش داشتند و قرار بود در زندگی به چیزهای ارزشمند تری برسند. دهه 90 که از راه رسید، مایک امپراتوری پدرش رو به دست گرفت و اون رو حتی خیلی بهتر از پدرش اداره کرد. اون و همسرش بسیار ثروتمند هستند و امپراتوری خانوادگیشون در دستان فرد امینی قرار داره. مایک به پسر خودش تعالیم لازم رو میده تا روزی اختیار کسب کار رو به اون بسپره، درست همونطور که پدرش روزی به اون و رابرت تعلیم داده بود. وقتی رابرت تصمیم به بازنشستگی گرفت 47 ساله بود و همسرش 37 سال داشت. البته معنی این حرف این نیست که اونها دیگه کار نمی‌کنند، نه، اونها میتونن به اختیار خودشون کار کنن یا اینکه نکنن، اما در هر صورت ثروتشون رشد خواهد کرد. دارایی‌هاشون خود به خود رشد میکنه. مایک تصمیم گرفت کسب و کار خانوادگیشون رو اداره کنه و رابرت بازنشستگی رو انتخاب کرد. هر وقت رابرت برای سخنرانی به جای میره با این سوالات روبرو میشه: 1. از کجا باید شروع کنم؟ 2.
آیا کتابی است که خوندنش رو پیشنهاد کنید؟ 3. برای آماده کردن بچه‌های خودم باید چیکار کنم؟ 4. راز موفقیت شما در چیه؟ 5. چطور میتونم میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشم؟ رابرت وقتی این سوالاتو میشنوه یاد داستان ثروتمندترین تاجر میفته. ثروتمندترین تاجر. متاسفانه اکثریت مردم متوجه نیستند که مهم نیست چقدر پول در میارید، مهم اینه که چقدر از این پولو میتونید حفظ کنید. حتما ماجرای برندگان بلیط‌های بخت آزمایی رو شنیدید که دست آخر یا به خونه اول برگشتن یا وضعیتشون از قبل از برنده شدن هم بدتر شد. بنابراین وقتی مردم سوالات پیشگفته رو از رابرت میپرسند، پاسخی که به اونها میده همونیه که پدر پولدار در دوران کودکیش به اون داده بود. یعنی اگه میخوای ثروتمند باشی باید سواد مالی داشته باشی. پدر تحصیل کرده رابرت بر اهمیت درس تأکید داشت، اما پدر پولدار روی نیاز انسانها به دارا بودن سواد مالی تأکید میکرد. هرچی ثروت بیشتری بخواید باید بنیان قوی تری داشته باشید. اگه قرار بود ساختمان امپایر استیت رو بسازید باید گودال عمیقی رو حفر کرده و پی قوی رو میریختید. از طرف دیگه اگه میخواستید خونه کوچیک درست کنید کندن یک پی کوچیک به عمق 6 اینچی کفایت میکرد. خیلی از افراد سعی دارن ثروتی عظیم رو بر پی کوچیک استوار کنند. در ادامه چند قاعده بنیادین رو مثال میزنیم که رابرت طی سالها از پدر پولدار یاد گرفت. قاعده شماره 1: تفاوت مابین دارایی و بدهی رو بدونید و دارایی بخرید. اگه هدف شما ثروتمند شدن باشه تنها چیزی که باید بدونید همین اصله. شاید به نظر ساده برسه اما بسیار بسیار عمیقه. خیلی از افراد چون تفاوت مابین همین دو چیز رو نمیدونن گرفتارن. ایده‌ای که این اصل بیان میکنه به قدری ساده است که افراد گیج میشن. خیلی از افراد چیزی متضاد با اصل یاد شده رو یاد گرفتن و لازمه دونسته های قبلیشون رو پاکسازی کنن تا این بار درست یاد بگیرن. پدر پولدار همیشه به ساده بیان کردن اصول اعتقاد داشت. به همین خاطر درسایی هم که به بچه‌ها میداد ساده بود. به همین دلیل بنیان مالی قوی رو براشون جا انداخت. اگه دوست دارید گیج و سردرگم بشید معانی دارایی و بدهی رو در فرهنگ لغت جستجو کنید. تعریفایی که اونجا ارائه شده برای افراد متخصص خوبه اما برای یه آدم معمولی معنی چندانی نداره. متاسفانه خیلی از بزرگسالا غالباً به اندازه‌ای مغرور هستن که از اعتراف به ندانستن خودداری میکنن. پس چه بهتر که مسائل رو ساده بیان کنیم. دارایی: هر چیزی که باعث بشه من سود کنم. بدهی: هر چیزی که باعث بشه چیزی هم از جیب خودم بدم. درسته که به این ترتیب مطالب خیلی ساده تر میشن اما حقیقت اینه که عامل تفاوت دارایی از بدهی ارقام و اعداده. پدر پولدار چند طرح مربوط به الگوهای جریان نقدینگی دارایی در برابر بدهی رو به بچه‌ها نشون داد. اگه واقعا دوست دارید ثروتمند باشید لازم دارایی بخرید. اگه میخواید جزء طبقه متوسط یا فقیر باقی بمونید برای خودتون بدهی به جون بخرید. نکته بعدی که پدر پولدار مطرح کرد الگوهای جریان نقدینگی افراد فقیر، افراد طبقه متوسط و ثروتمندا بود. هر ستای این افراد از نظر هزینه‌های مربوط به غذا، سرپناه و لباس اشتراکاتی داشتند. اما جریان نقدینگی هر کدوم رفتار متفاوت اونها رو با پول نشون میداد. خیلی از افراد پولو حلال مشکلاتشون میدونن اما اینطور نیست. در واقع معمولاً پول باعث بدتر شدن مشکل میشه. پول مثل چراغ قوه‌ایه که روی نقایصی که ازشون بیخبرین نور میاندازه. به همین دلیله که وقتی فردی از نظر مالی به مشکل برمیخوره غالباً به همون جایی که اول بود برمیگرده اگه تازه وضعیت بدتر نشه. اگه الگوی جریان نقدینگی شما نشون دهنده اینه که تا قرون آخر پولتون رو مصرف میکنید، داشتن پول بیشتر هم فقط به معنای هزینه کرده بیشتره. اگه از نوع افرادی هستید که معمولاً دست به سرمایه گذاری یا پسنداز پول میزنن، وقتی شرایط مالی وخیم بشه احتمال زیاد به جای هزینه کردن باز هم سرمایه گذاری یا پسنداز میکنید. نکته‌ای که رابرت بارها در کتاب تکرار میکنه اینه که هدف از مدرسه رفتن انسانها یاد گرفتن مهارت‌های حرفه‌ای و تخصصه. هر دوی اینها در جای خودشون مهمن، اما به ما یاد میدن که از مهارت‌های حرفه‌ایمون پول به دست بیاریم، چون بچه‌ها بعد از فارغ التحصیلی هیچ مهارت مالی ندارند. اغلب تبدیل به متخصصان بسیار عالی میشن که در مسائل مالی دست و پا میزنن. اونها سخت‌تر تلاش میکنن اما پیشرفتی حاصل نمیشه.
خیلی از افراد نمیدونن چرا گرفتارند، چون هیچ شناختی از جریان نقدینگی ندارند. به سختی برای پول در آوردن تلاش میکنند، چرا که فقط همینو یاد گرفتن. این در حالیه که در عوض باید یاد میگرفتن چی کار کنند که پول براشون کار کنه. چگونه جستجو به دنبال رؤیای مالی تبدیل به کابوس مالی می شود؟ در این بخش کیوساکی ماجرای آشنای افراد سخت‌کوش رو نقل میکنه. این افراد بالاخره جایی در زندگی به این نتیجه میرسند که در چرخه باطلی گرفتار شدند. یعنی همچنان که درآمدشون بالا میره، هزینه‌هاشون هم افزایش پیدا میکنه. اون چه تشخیص نمیدن اینه که مشکل با داشتن پول بیشتر حل نمیشه، بلکه باید روی روش خرج کردن پول تأمل کنند. این افراد سواد مالی ندارند و تفاوت مابین بدهی و دارایی رو نمیدونند. پول بیشتر حلال مشکلات نیست. شما نیازمند هوشمندی بیشتر هستید. پدر تحصیل کرده رابرت میگفت ژاپنیا از قدرت 3 چیز مطلع هستند. 1. شمشیر یعنی قدرت سلاح. 2. جواهر یعنی قدرت پول. 3. آینه یعنی قدرت خودشناسی. متاسفانه کسایی که در طبقه فقیر و متوسط جای میگیرند اجازه میدن قدرت پول بر اونها تسلط پیدا کنه. این دست از افراد دائما میپرسند آیا کاری که من میکنم درسته؟ به جای اینکه به درون خودشون نظری بیاندازند و به خودشون اعتماد کنند، دنبال رو اکثریتند. بیشتر مسائل مالی وقتی رخ میده که ما سعی در چشم و همچشمی میکنیم، در حالی که لازمه دست از تسلیم شدن به ترس خودمون برداریم و به خرد درونیمون تکیه کنیم. زمانی که رابرت و مایک 16 ساله بودند، در مدرسه مشکلاتی براشون پیش اومد. البته اونها کار بدی نمی‌کردند، فقط راه خودشون رو از اکثریت بچه‌ها جدا کرده بودند. همین. مدرسه به بچه‌ها یاد میداد که پول اهمیتی نداره. به اونها گفته میشد تا زمانی که دانش آموز خوبی باشن و نمرات خوبی بگیرن، پول هم به دنبالش خواهد اومد. برگردیم به موضوع دارایی و بدهی. بسیاری از افراد خونه خودشونو در حکم یک دارایی میدونند، در حالی که رابرت اعتقاد داره مسکن یک بدهیه، چرا که 1. شما برای پرداخت هزینه وام خونه سالها کار میکنید و در اصل تمام این مدت صاحب خونه نیستید. 2. درسته که به ازای بهره‌ای که روی وام رهنی داده میشه کسری بهتون تعلق میگیره، اما بعد از پرداخت مالیات باید سایر هزینه ها رو هم بدید. 3. معمولاً ارزش خونه تو آمریکا افزایش پیدا نمیکنه. 4. وام رهنی باعث فربه شدن ستون هزینه‌های شما میشه که معناش برخورداری از دارایی‌های نقد کمتره. البته منظور رابرت این نیست که نباید خونه بخرید، نه. منظور ایشون اینه که در ابتدا دارایی‌هایی تهیه کنید که جریان نقدینگی لازم رو برای پرداخت هزینه خونه تولید کنند. او بعد نموداری در اختیار قرار میده که صورت حساب مالی پدر فقیر و پدر پولدار رو با هم قیاس میکنه. چرا ثروتمندان مدام ثروتمندتر میشوند؟ دلیل ثروتمندتر شدن ثروتمندا اینه که دارایی هاشون هزینه هاشون رو پوشش میده و حتی اضافه میارن. اونها هر مقدار پول اضافی رو برداشته و در دارایی های بیشتر سرمایه گذاری میکنن. به این ترتیب درآمدشون مدام افزایش پیدا میکنه. چرا طبقه متوسط در جا میزنند؟ منبع اصلی درآمد طبقه متوسط حقوق منظم دریافتیشونه. وقتی دستمزد این افراد افزایش پیدا میکنه، به تبع مالیات و هزینه هاشون را بالا میره. این دسته معمولا خونه خودشون رو یک دارایی در نظر میگیرن، اما باید تمرکز خودشون رو بر سرمایه گذاری روی دارایی هایی بذارن که باعث بشه به جای ستون هزینه کردها ستون درآمدشون فربه تر بشه. اونها به خاطر فقدان آموزش مالیشون در معرض تهدید خطر قرار دارند. موقعیت مالی اونها بسیار متزلزل بوده و بنابراین باید محتاط باشند. صورت حساب مالی اونها متوازن نیست و کوهی از بدهی رو بر دوش خودشون حمل میکنن و دارایی‌های مولد بسیار کمی داشته یا اصلا ندارند. شما به عنوان کارمندی که صاحب خونه هستید، معمولا تلاش میکنید تا 1. برای شرکتی کار کنید، 2. برای دولت کار کنید، 3. برای بانک کار کنید. پس وقتی بیشتر برای کار کردن تلاش میکنید، این سه نوع کارفرما هم به شما بیشتر علاقه‌مند میشن. شما باید راهی پیدا کنید که تلاشاتون به نفع خودتون تموم بشه، نه شخص دیگه ای. مواردی که در پایان این فصل باید در خاطر داشته باشید عبارتند از 1. ثروتمندان دارایی میخرند. 2. فقرا فقط برای خود هزینه میتراشند.
3. طبقه متوسط برای خودشون بدهی هایی رو میخرند که خودشون فکر میکنند دارایی هستند. ثروتمندها تمرکز خودشون رو بر ستون دارایی میذارن و دیگران به صورت حساب درآمد خودشون توجه میکنن. ایشون سپس ماجرای زمانی رو تعریف میکنه که ری کراچ مؤسس مکدونالد برای سخنرانی در کلاس دانشجویان رشته MBA در دانشگاه تگزاس شهر آستین این ایالت دعوت شده بود. بعد از ارائه سخنرانی تعدادی از دانشجوها از اون دعوت کردند تا برای صرف نوشیدنی به اونها ملحق بشه. در حین صحبت و خوشوبش کردن با همدیگه ری از اونها پرسید آیا میدونن اون در چه نوع کسب و کاری فعالیت میکنه؟ همه خندیدن و یکی از دانشجوها گفت همبرگر فروشی. اما ری توضیح داد که در اصل اون در زمینه املاک و مستغلات مشغول به کاره. زمینه عملکردی اصل ری فروش فرانشیز یا حق نمایندگی بود، اما جا و زمین دو تیکه اصلی معادله ثروت آفرینی اون رو تشکیل میدادند. در درس دوم رابرت به خواننده ها گوش زد کرد که بسیاری از افراد برای همه کس کار میکنن به جز خودشون. افراد برای شرکت، دولت، بانک کار میکنن. نکته اصلی درس سوم اینه که شما باید حواستون به کار خودتون باشه. تنگناهای مالی نتیجه مستقیم کار کردن تمام وقت افراد به اهداف دیگره. در انتها بیشتر افرادی که این روش رو در زندگی خودشون در پیش گرفتن دستاوردهای بسیار کم یا حتی هیچ دستاوردی رو به ازای تلاشهای خودشون در اختیار نخواهند داشت. خیلی از اوقات افراد فراموش میکنن که حواسشون به خودشون باشه. اونها نگران اشخاص دیگرن و به ثروتمند شدن اونها کمک میکنند. خیلی از انسان‌ها متوجه این نکته نیستن، اما مابین حرفه شما و کسب و کارتون تفاوت بزرگی وجود داره. یکی از مشکلات سیستم آموزشی اینه که افرادو به متخصص همون رشته‌ای تبدیل میکنه که مطالعهش میکنن. مثلا کسانی که آشپزی میخونن آشپز میشن، کسایی که حقوق میخونن حقوقدان میشن، کسایی که مکانیک خودرو میخونن مکانیک میشن. همونطور که قبل از اینم گفته شده، وقتی پای مسائل مالی در میونه، افراد طبقات فقیر و متوسط خطر رو به جون نمیخورن، چرا که بنیان مالیشون چندان قوی نیست. به جاش فکر میکنن بهتره به همین شغلی که دارن بچسبن و احتیاط پیشه کنن. لحظه‌ای به این مسئله فکر کنید. تقریبا همه افرادی که دور بر خودتون میبینید یه زمانی برای انجام خریدی عمده مثل خونه، ماشین، تقاضانامه دریافت اعتبار رو پر کردند. بخش ارزش خالص این تقاضانامه‌ها از نظر مواردی که میتونید در این قسمت وارد کنید بسیار جالب توجهه. در نتیجه نمیشه با مشاهده ی لیست موارد وارد شده دیدگاه صحیحی رو از ارزش مالی یا حقیقی دارایی‌های شما پیدا کرد. به عنوان مثال میشه انواع و اقسام دارایی‌ها رو در این بخش وارد کرد، اما اگه قرار بر فروش همونها باشه معادل کامل ارزششون رو دریافت نخواهید داشت. افزون بر این، به ازای پولی که از فروش اونها به دست میارید باید مالیات هم بدید. حاصل این که ارزش خالص شما بسیار کمتر از چیزی که خودتون باور دارید. اگه واقعا خواستار ثروتمند شدن هستید باید حواستون رو به کسب و کار خودتون بدید. البته احتمالاً لازمه که شغل خودتون رو دست کم در ابتدای کار حفظ کنید، اما به جای خرید وسایل شخصی یا بدهی هایی که ارزش بسیار کمی دارن یا هیچ ارزشی ندارن و همینطور از جیب شما پول بیرون میبرن، سرمایه گذاری روی دارایی های مختلف رو شروع کنید. گام هایی برای کاهش هزینه ها و پایین نگه داشتن اونا رو برداشته و بنیان مالی مستحکمی رو برای خودتون بنا کنید. این نکات رو به فرزندان خودتون هم یاد بدید تا اونها هم بنیانی قوی داشته باشند که زندگیشون رو بر اساس اون بنا کنند. رابرت دسته‌بندی های دارایی رو از این قرار میدونه: 1. کسب و کارهایی که نیاز به حضور فرد در اونها نباشه. 2. سهام. 3. اوراق قرضه. 4. املاک و مستغلاتی که درآمدزا باشند. 5. اسناد. 6. درآمدهایی که از دارایی‌های معنوی فکری به دست میاد. و 7. سایر مواردی که ارزشمند بوده تولید درآمد میکنن یا به مرور ارزششون افزایش پیدا میکنه و بازار آماده‌ای براشون وجود داره. پدر تحصیل کرده رابرت در دوران کودکی به اون توصیه میکرد تا به فکر پیدا کردن کاری خوب و ایمن باشه. از طرف دیگه پدر پولدارش اونو تشویق به خریداری دارایی‌هایی میکرد که براش جذابیت داشته باشن. هرچی باشه وقتی شما چیزی رو دوست داشته باشید از اونها مراقبت میکنید، مگه نه؟ پدر پولدار به اون اهمیت سواد مالی رو یاد داده بود. شما هم هر چقدر از اموری مثل حسابداری و مدیریت دارایی بیشتر سر در بیارید، در تحلیل سرمایه گذاری ها و در نهایت راه انداختن شرکت خودتون موفق‌تر عمل خواهید کرد. البته رابرت هشدار میده که راه اندازی شرکت کاری مناسب تمام افراد نیست.
شما باید صرفاً در صورت این کار رو انجام بدید که به انجامش علاقمند باشید، چرا که سخت کوشی بسیاری رو طلب میکنه. در واقع 9 تا از هر 10 شرکت تأسیس شده طی 5 سال اول ورشکست میشن. از میان شرکت هایی هم که 5 سال اول رو رد میکنن 9 تا از 10 تا ظرف مدت 5 سال بعدی از پا در میاد. بنابراین تا زمانی که واقعا قصد تلاش کردن رو ندارید، صرفاً به کار کردن ادامه بدید و ستون دارایی هاتون رو تقویت کنید. وقتی گردش جریان نقدینگی افزایش پیدا کرد، میتونید چند چیز لوکس هم خریداری کنید. این در حالیه که افراد طبقه فقیر و متوسط همواره ابتدا آیتم های لاکچری رو خریداری میکنن تا ثروتمند به نظر برسن. یادتون باشه چشم هم چشمی کردن زندگی شما رو ویرون میکنه. بعد از انجام سرمایه گذاری و بنا کردن کسب و کار خودتون آماده برداشتن گام بعدی خواهید بود، همون درسی که ثروتمندا رو از همه جلو میندازه. منظور نحوه مواجهه با مسئله پرداخت مالیات. رابرت در ابتدای این فصل ایده رو با خواننده ها در میون میذاره که مبنای کل فصل رو هم تشکیل میده. پدر پولدار من در بازی کردن هوشمندانه عمل میکرد، اما این کار رو در پوشش شرکت ها انجام میداد. بزرگترین راز ثروتمندها همین. رابرت در ادامه مواجهه خودش رو با داستان رابین هود در دوران مدرسه تعریف میکنه. خیلی از افراد این شخصیت رو قهرمانی میدونن که از ثروتمندا سرقت میکرده و به فقیرا میبخشیده. این در حالیه که پدر پولدار اون رو دزدی بیش نمیدونست. واقعیت اینه که کل ایده پول گرفتن از ثروتمندا و توزیع کردن مابین فقرا اتفاقا از همه بیشتر برای طبقه فقیر و متوسط گرفتاری و زحمت درست کرده. در واقع به همین خاطره که طبقه متوسط مجبور به پرداخت مالیات‌هایی به این سنگینی هستند. در اصل هم همین طبقه‌اند که جور مالیات فقرا رو میکشند. به منظور فهم این نکته بایستی از تاریخچه مالیات اطلاع داشته باشید. قبلا چیزی به نام مالیات به این ترتیبی که ما امروز میشناسیم وجود نداشته. در قدیم شاه انگلستان یا رئیس جمهور ایالات متحده گهگاهی برای پرداخت هزینه جنگ از مردم تقاضای پرداخت مبالغی رو داشتند. انگلستان در سال 1874 تصمیم به دائمی سازی پرداخت مالیات گرفت و ایالات متحده هم در سال 1913 با ارائه اصلاحیه 16 پرداخت دائمی مالیات رو تصویب کرد. از همون ابتدا مالیات رو به گردن ثروتمندان انداخته بودند و به همین خاطر ملت‌ها در سطحی گسترده از این تصمیم استقبال کردند. توده ها اقناع شده بودند که مالیات نوعی تنبیهه که برای ثروتمندا در نظر گرفته شده. البته در نهایت همون کسایی که به این قانون رأی داده بودند مجبور به رعایت کردنش شدند. پدر تحصیل کرده رابرت یک بوروکرات دولتی به شمار میرفت، در حالی که پدر پولدار سرمایه‌دار محسوب میشد. هر دوی اونها برای تایید دیدگاه‌هاشون دلایل قوی داشتند. رابرت برای انتخاب از میان این دو دیدگاه اوقات سختی داشت. وقتی تاریخچه مالیات رو بخونید متوجه میشید اون چه چنین پدیده ای رو ممکن کرد موافقت مردم با اقتصادی به سبک رابین هودی بود. مردم خوششون میومد که دولت از ثروتمندها بگیره تا به طبقه فقیر بده. با این حال دولت‌ها حریص شدند و موضوع مالیات دهی به کل اقشار جامعه گسترش پیدا کرد. اما ثروتمندا بر اساس قواعد رفتار نمی کنند، چون از راه‌های میانبری که فعالیت شرکتی در اختیارشون میذاره اطلاع دارند. در دورانی که مردم برای سفر مجبور به طی کردن اقیانوس‌ها بودند، ثروتمندها برای محدود کردن میزان خطر به دارایی‌هایی که در سفر همراه داشتند از پوشش شرکت‌ها استفاده می‌کردند. به این ترتیب اگه اتفاقی برای کشتی می‌افتاد، تنها همون میزان از سرمایه‌شون رو از دست می‌دادن تا همه سرمایه. رابرت در دوران کودکی 2 تا پدر داشت که یکی موافق مرام سوسیالیستی و دیگری هوادار سرمایه‌داری بود. به مرور که اون چیزای بیشتری رو یاد می‌گرفت، متوجه شد فلسفه سرمایه‌داری معنادارتره. سوسیالیست‌ها به دلیل فقدان سواد مالی در واقع داشتن خودشون رو تنبیه می‌کردند. این در حالیه که یک سرمایه‌دار واقعی از سواد خودش برای پیدا کردن راهی استفاده خواهد کرد و چه راهی بهتر از شرکت‌ها؟ نکته‌ای که خیلی از افراد از اون بی اطلاع هستن اینه که شرکت چیزی به جز سندی حقوقی نیست. محبوبیت شرکت‌ها به خاطر اینه که نرخ مالیات بر درآمدی که براشون در نظر گرفته میشه نسبت به نرخ مشابهی که افراد ملزم به پرداخت اون هستن بسیار کمتره و میشه یک سری از هزینه‌ها رو قبل از مالیات پرداخت کرد. در نتیجه میزان درآمد شما کمتر بوده و مالیات کمتری هم برای اون در نظر گرفته میشه. مشکل اینجاست که افراد به علت بی اطلاعیشون خسارت میبینند. مردم صبح از خواب بلند میشن،
سر کار میرن، مالیاتشون هم میپردازن. اما اگه میدونستن ثروتمندا این بازی رو چطور بازی میکنن، چه بسا اونها هم از همین روش بهره میبردن. آیا میدونستید هر فرد متوسط آمریکایی در اصل 4 تا 5 ماه از وقت خودش رو در سال صرفاً برای پرداخت مالیات کار میکنه؟ حقیقت اینه که مدل رابین هودی کاملاً برعکس اون چه قرار بود از آب در اومده. البته مردم سعی میکنن ثروتمندا رو تنبیه کنن، اما ثروتمندا اجازه این کارو به اونها نمیدن، بلکه در مقابل دست به کار میشن و راههایی رو پیدا میکنن که از بار مالیات وضع شده برای خودشون کم کنن. متاسفانه فقرا و طبقه متوسط این مزیت‌ها رو در اختیار ندارن و غالباً از دولت میترسن. بنابراین به پرداخت مالیات ادامه میدن. در این میان بدترین چیزی که به چشم آدم میاد مأموران مالیاته. هر چقدر که شما به این افراد مجال بدید اونها مبلغ بیشتری رو دریافت خواهند کرد. در اول گفتیم پدر پولدار رابرت بچه‌ها رو معطل نگه می‌داشت تا زمانی که موقع مناسب برای صحبت کردن با اونها برسه. در واقع اون می‌خواست بچه‌ها ببینن که قدرتمنده و اشتیاق به دست آوردن قدرتی مشابه اون رو در دلشون به وجود بیاره. دانش برابر است با پول و پول همراه خودش قدرتی میاره که برای نگه داشتن اون باید دانش لازم رو داشته باشید. در درس اول که مربوط به کار انداختن پول به نفع خودتون میشد، نکته اصلی مطرح شده قدرت پول بود. گفتیم که وقتی شما برای به دست آوردن پول کار کنید، قدرت در دست کارفرما قرار داره. وقتی پول شما برای شما کار کنه، شمایید که قدرت رو در دست دارید. بعد از اینکه رابرت و مایک از قدرت ناشی از به کار انداختن پول به نفع خودشون آگاه شدن، پدر پولدار به اونها گوشزد کرد تا هوشمندی مالی داشته باشند که کسی به اونها زور نگه. توصیه پدر پولدار عبارت بود از باهوش باشید تا وقتی که میدانید حق با شماست کسی نتواند به شما زور بگوید و جرأت دفاع از خودتان را داشته باشید. زمانی که رابرت 15 یا 16 ساله بود میدونست که قرار نیست مسیر پیشنهادی پدر تحصیل کرده‌شو پی بگیره. البته توصیه پدر پولدار هم تا قبل از اینکه وارد دهه دوم زندگیش بشه برای اون جا نیفتاده بود. سال 1974 رابرت شرکتی مخصوص به خودش رو تأسیس کرد. اون همچنان برای شرکت زیراکس کار میکرد، اما به لطف توصیه های پدر پولدار که از سنین کم به اون ارائه شده بود میتونست خودش رو از دور باطل زندگی کارمندی بیرون بکشه. به گفته خودش اگر آیکیوی مالی نداشت در مسیر کسب استقلال مالی سختی های بسیار بیشتری رو متحمل میشد. آیکیوی مالی متشکل از 6 حوزه گسترده است: حسابداری، سرمایه گذاری، شناخت بازارها، شناخت قانون، مزیت‌های سیستم مالیاتی، محافظت از خود در برابر دعاوی حقوقی. هدف این کتاب پرداختن به جزئیات شرکت‌ها نیست، اما اگه دارایی‌هایی از جنس حقوقی دارید بهتره نگاهی به همین مبحث بیاندازید. در این رابطه کتاب‌های زیادی نوشته شده که میشه از اونها کمک گرفت. پیشنهاد رابرت اینه که به عنوان بخشی از استراتژی مالی کلی خودتون از حفاظت‌های حقوقی که نهادهای مربوطه برای کسب کار و داراییتون در اختیار میذارن اطلاع داشته باشید. رابرت تعریف میکنه که از سال 1984 به کار تدریس پرداخته، تجربه‌ای که در عین مثمر ثمر بودن سختی خاص خودش را هم داشته. درسته که هر فردی از توان بالقوه بی حد و اندازه‌ای برخوردار بوده و در یک یا چند زمینه استعدادم داره، اما اون چه باعث عقب موندن افراد میشه تردید داشتن درباره توانایی خودشون و فقدان اطلاعاته. بعضی افراد هم در این باره بیشتر از دیگران مشکل دارن. افراد برای زندگی در جامعه بعد از فارغ التحصیلی نیازمند چیزی بیشتر از نمرات خوب هستند. برای نامیدن این مجموعه از توانایی‌ها از اسامی مختلف استفاده میشه، اما صرف نظر از اینکه اونها رو چه بنامیم متوجه خواهید شد که نسبت به مدرک دانشگاهی تأثیر بسیار بیشتری رو بر آینده‌تون میذاره. رابرت در مقام یک معلم 2 عامل منحرف کننده نبوغ شخصی رو ترس و تردید درباره توانمندی‌های شخصی میدونه. ما عموماً پاسخ درست رو میدونیم، اما از شجاعت لازم برای عمل کردن بی بهره ایم. رابرت میخواد خواننده‌ها بدونن که افراد موفق جهان لزوماً باهوش نیستند، بلکه جسورند. اون شاگردای خودش رو تشویق به خطرپذیری میکنه، اما وقتی پای پول در میون باشه خیلی از افراد محافظه کاری رو در پیش میگیرند و سوالاتی مثل این سوال میپرسن: چرا باید از خطر استقبال کنیم؟ چرا من باید به خودم زحمت افزایش سواد مالیمو بدم؟ چرا لازمه که اصلا سواد مالی داشته باشم؟ جواب رابرت به سوالاتی که گفته شد و دیگر سوالات مشابه با اونها اینه: برای اینکه گزینه‌های بیشتری رو در اختیار داشته باشی.
حقیقت اینه که هیچ کس بجز خود شما توانایی پاسخ دهی به سوالات یاد شده رو نداره. اما اگر از دیگران بخواید که جواب این سوالا رو به شما بده، پاسخهایی دریافت میکنید که مربوط به وضعیت اونهاست، نه شما. 300 سال قبل از این زمینداری معادل ثروت بود. هر کسی زمیندار بود ثروتمند هم به شمار می اومد. بعدها ثروت به کارخونه ها و تولید منتقل شد. صنعتگرا ثروتمند شناخته می شدند. امروزه دانش ثروت محسوب میشه. فردی که به روزترین اطلاعات رو در اختیار داره ثروتمنده. در آینده شاهد افزایش قابل ملاحظه‌ای در تعداد مولتی میلیونرها خواهیم بود. البته در این بین خیلی ها هم از این قافله عقب خواهند موند. هنوزم بسیاری از افراد برای انجام کارها از روش‌های قدیمی استفاده می‌کنند. اینها کسایی هستند که علاقه‌ای به تغییر ندارند، به همین خاطر هم گرفتارند. شغل و خونه‌شون رو از دست میدن و نمی‌خوان بپذیرند که شاید مشکل از خودشون باشه. به جای این امر رئیسشون یا وضعیت اقتصادی رو ملامت می‌کنند. بدانید که اعتقاد به افکار قدیمی هم نوعی بدهی است. اگر به ایده ها و افکار قدیمی بچسبید، فرقی با کسایی که از روش‌های قدیمی برای انجام کارها استفاده می‌کنند ندارید. روش تدریس بسیاری از معلمان سخنرانیه، اما رابرت این روش رو مؤثر نمیدونه. اون با بازی و شبیه سازی آموزش میده. اون شاگردای بزرگسال خودش رو تشویق میکنه که با نگاه کردن به روند بازی از اون درس‌های لازم رو بگیرن. علاوه بر این بازی‌ها انعکاس دهنده رفتار هستند. بازی رو میشه سیستمی برای بازخوردهی آنی دونست. با بازی کردن به جای اینکه یه جا بشینید و به سخنرانی گوش بدید، درس خاص خودتون رو یاد میگیرید. جهان همواره به شما بازخوردهای آنی میده، درست مثل بازخوردهایی که در بازی‌های طراحی شده توسط کیوساکی دریافت میکنید. اگه فقط حاضر بودید گوش‌هاتون رو برای شنیدن باز نگه دارید، چیزهای خیلی بیشتری یاد میگرفتید. هوش مالی یعنی برخورداری از گزینه‌های بیشتر. اگه فرصتی رو سر راه خودتون نمیبینید، عقلتون رو به کار بندازید و ببینید برای ارتقای وضعیت مالیتون چیکار میتونید بکنید. اگه فرصتی سر راه شما قرار گرفته اما برای بهره‌گیری از اون پول ندارید، به دنبال راهی باشید تا ببینید چطور میتونید از این فرصت بهره‌گیری کنید. اگه به انجام کاری علاقه وافری دارید اما براتون سود مادی به همراه نداره، دنبال راهی باشید که بشه از اون میلیون‌ها دلار سود کسب کرد. سود مالی یعنی همین. مهم نیست چه اتفاقی میفته، مهم اینه که چه راه حل‌های مالی به ذهن شما خطور میکنه که بتونید مشکلات مالی رو به نحوی خلاقانه حل کنید. متاسفانه خیلی از افراد هستند که در قبال تمام مشکلات مالی یک پاسخ بیشتر نمیشناسند و اون سخت کوشی، پس‌انداز کردن و قرض گرفتنه. با این وجود شما سعی کنید شخصی باشید که برای خودتون بخت و اقبال بیافرینید. کاری کنید تا هر اتفاقی هم که افتاد از اون یک نتیجه بهتر به دست بیارید. خیلی از افراد نمیدونند شانس چیزیه که به دست خود انسان خلق میشه و اگه شما میخواید خوش شانستر باشید و به جای سخت کوشی برای خودتون درآمدزایی کنید، باید هوش مالیتون رو بالا ببرید. نکته‌ای که پدر پولدار رابرت اغلب روی اون تأکید داشت، غیر واقعی بودن پول بود. افراد طبقات متوسط و فقرا برای پول کار میکنند اما ثروتمندا پول در میارند. وقتی پول رو واقعی در نظر بگیرید، سخت‌تر برای به دست آوردنش تلاش خواهید کرد. اما اگه تشخیص بدید که پول واقعی نیست، اون وقت سریعتر پولدار میشید. قدرتمندترین دارایی شما ذهن شماست. وقتی ذهن خودتون رو خوب آموزش بدید، تقریباً فوراً قادر به خلق ثروتی عظیم برای خودتون خواهید بود. از طرف دیگه ذهن تربیت نشده هم قادر برای چندین نسل یک خانواده فقر ایجاد کنه. چرا باید نبوغ مالی خودتون رو پرورش بدید؟ این سوالیه که جواب دادن به اون تنها از عهده خودتون برمیاد. رابرت ادعا میکنه به خاطر علاقش به پول و نه محتاج بودنه که نبوغ مالیشو پرورش میده. به همین دلیل روی هوش مالی سرمایه گذاری میکنه. اون میخواد در گروه افرادی جای بگیره که با جسارت به پیش میرن، نه اونهایی که عقب افتادند. بعد رابرت در مورد وضعیت اقتصادی شهر فونیکس در ایالت آریزونای دهه 1990 صحبت میکنه. در اون دوران افرادی به عنوان پیشتازان مالی پیدا شدند و پس‌انداز کردن رو به مردم توصیه میکردند، به شکلی که اگه ماهیانه فقط $100 کنار بذارن، ظرف مدت 50 سال تبدیل به مولتی میلیونر خواهند شد. رابرت و همسرش به جای این کار شروع به سرمایه گذاری کردند. البته این رو در نظر داشته باشید که شاید استراتژی یاد شده در منطقه و کشوری که شما حضور دارید جواب نده. بالاخره هر بازاری متفاوته. با این حال مطمئن باشید با در پیش گرفتن استراتژی یاد شده صدها هزار دلار سود خواهید کرد که خطرشون هم پایینه. اما خیلی از افراد هستند که راه قدیمی رو برای انجام کارها ترجیح میدن، یعنی راه سخت کار کردن و پس‌انداز پول.
بعد رابرت جمله ای رو قبلا در جای دیگه هم نوشته و به کار میبره و اون اینه که هوش مالی متشکل از 4 مهارت فنیه. برای موفق بودن در تعقیب ثروت نیازمند برخورداری از بنیان ابتدایی پیش گفته هستید: حسابداری، سرمایه گذاری، شناخت بازارها، قانون. رابرت بارها و بارها با ارائه مثالهای خاطر نشان میکنه که سرمایه گذاری ها بالا و پایین داره. بازار فراز و فرودهای خاص خودشو داره. اقتصادم در دوره‌های بهبود داشته و زمانهایی هم روند نزولی به خودش میگیره. زندگی هر روز به شما فرصتهایی رو ارائه میده اما شما نمیبینید. هرچقدر دنیا بیشتر تغییر کنه فرصت بیشتری رو برای خلق ثروت دارید که خانواده‌تون تا نسل‌ها مزه امنیت رو بچشند. طبق ادعای رابرت اون برای دستیابی به رشد مالی از 2 ابزار اصلی استفاده میکنه: 1. املاک و مستقلات، 2. سهام کسب و کارهای کوچک. یادتون باشه هدف پیروی شما از اصول اون نیست. مثالهایی که زده میشه صرفاً مثال هستن. اگه فرصتی برای کسب ثروت دست داد اما به نظرتون خیلی پیچیده رسیده، نباید انجامش بدید. تنها چیزایی که در عالم امور مالی باید خوب انجام بشن بهره‌گیری از عقل و دیگری اصول ریاضیه. 5 دلیلی که باعث شده تا رابرت در جای جای کتاب از اون مثال بزنه اینه: 1. الهام بخشی به خواننده ها تا بیشتر یاد بگیرند. 2. برای اینکه خواننده ها ببینند بنا کردن بنیانی مستحکم کار ساده‌ایه. 3. برای اینکه خواننده ها ببینند میتونن به ثروت عظیمی دست پیدا کنند. 4. برای اینکه خواننده ها بدونند برای رسیدن به اهداف خودشون راههای بیشماری وجود داره. و 5. برای اینکه بدونند موضوع هوش مالی مثل آب و هوا کردن مشکل نیست. کتابخوان آنلاین. رابرت ماجرای سرمایه گذاری کردن خودش رو در بخش املاک شرح میده. ماجرا از این قراره که بعد از اجاره دادن خونه‌ای که در حومه شهر پورتلند ایالت اورگان خریده بود، منهای تمام هزینه‌هایی که باید انجام میداد، ماهیانه $40 درآمد به دست میاره. 1 سال بعد هم خونه رو $95,000 فروخت که سود سرمایه $40,000 رو نصیب خودش کرد. بعدش این $40,000 رو در املاک بیشتری سرمایه گذاری کرد و به رشد خودش ادامه داد. ایشون میگه که هدف از این مثال اینه که تا خواننده‌ها بدونن چطور مقدار کمی پول رو میشه به لطف برخوردار بودن از بنیان مستحکمی از IQ مالی به مقداری بزرگ تبدیل کرد. گذشته از اینها هر چقدر شما IQ مالیتون رو بیشتر پرورش بدید، در تشخیص دادن خوب و بد یک فرصت هم تواناتر میشید. هرچه باشه شما قرار نیست چشم بسته عمل کنید. درسته که همواره خطراتی وجود داره، اما هوش مالی ضریب موفقیت شما رو افزایش میده. فرصت‌های عالی رو به چشم نمی‌شدید، بلکه باید از عقل کافی برای این منظور برخوردار بود. حقیقت اینه که خیلی از افراد هرگز به ثروت دست پیدا نمی‌کنند، چرا که آموزش لازم رو برای تشخیص دادن فرصت‌هایی که درست در مقابل چشمانشون قرار داره ندیدند. رابرت در فصل نهایی از 10 مرحله نام میبره که برای رسیدن به آزادی مالی خودش در پیش گرفته. مهمتر از همه لذت بردن از مسیره. بعضی وقتا در این بازی برنده اید و بعضی وقتا هم که نه، بازنده میشید. متاسفانه خیلی از افراد هیچ وقت برنده نمیشن چون از باخت میترسن. در مدرسه به بچه‌ها یاد میدن که اشتباه چیز بدیه و اگه کسی اشتباه کنه اونو تنبیه میکنن. این در حالیه که وقتی از شکست خودداری کنید، در اصل از موفقیت هم اجتناب کردید. 2 نوع سرمایه گذار در جهان وجود دارن. 1. اونهایی که سرمایه گذاری‌های حاضر و آماده میخرن. 2. اونهایی که سرمایه گذاری رو از نو خلق میکنن. سرمایه گذار مدل دوم حرفه‌ای تره. پدر پولدار رابرت اون رو تشویق میکرد تا مسیر دوم رو در پیش بگیره. اگه شما هم این نوع سرمایه گذار بودن رو میپسندید، نیازمند یادگیری 3 مهارت هستید. 1. فرصتی رو که از چشم دیگران پنهان مونده شناسایی کنید. 2. پول جمع آوری کنید. 3. افراد باهوش رو سازماندهی کنید. البته خیلی از چیزها برای یادگیریه، اما پاداش فراوانی رو هم به ازاشون به دست خواهید آورد. اگه نخواهید 3 مهارتی که گفته شد رو یاد بگیرید، بهتره سرمایه گذاری نوع اول رو انتخاب کنید. یادتون باشه خطر واقعیه و شما باید به جای خودداری کردن از خطر اون رو انتخاب کنید. در این فصل رابرت ماجرای مصاحبه خودش رو با روزنامه‌نگاری در سنگاپور تعریف میکنه. اون از این خانم پرسید به چه علت از دنبال کردن رؤیای نویسنده شدن خودش دست برداشته. خانم در جواب گفت علیرغم همه تعریف‌هایی که از رمان‌های اون میکنن، اما اتفاقی نمیافته.
بنابراین رابرت پیشنهاد داد که این خانم نزد یکی از دوستاش آموزش فروش ببینه، اما خانم در جواب با حالتی تدافعی گفت هرگز جایگاه خودشو با یادگیری نحوه فروش تنزل نمیده. بعدش هم وسایلشو جمع کرد و با ناراحتی اونجا رو ترک کرد. رابرت میگه از زبان مشاوری شنیده که بسیاری از افراد تنها به اندازه یادگیری یک مهارت با ثروت زیاد فاصله دارن. یعنی بسیاری از افراد فقط کافیه یک مهارت دیگر رو یاد بگیرن یا در اون استاد بشن و بعد شاهد افزایش درآمد خودشون بشن. اگه قادر به ترکیب کردن این 4 مهارت فنی IQ مالی با هم باشید، خواهید دید پول درآوردن از پول آسان‌تر از چیزیه که فکر میکنید. با این حال تنها مهارتی که خیلی از افراد در خصوص پول بلد هستن سخت کار کردنه. نمونه قدیمی این همافزایی مهارت‌ها همون خانم خبرنگار سنگاپوریه. اگه اون مشتاق یادگیری مهارت فروش و بازاریابی بود، مطمئناً افزایش قابل توجهی در درآمدش روی میداد، چون با اتمام دوره یاد شده قادر بود کتابشو بفروشه و ظرف مدت بسیار کوتاهی تبدیل به نویسنده‌ای پرفروش میشد. رابرت در ادامه در مورد تحصیلات خودش صحبت کرده و میگه در سال 1969 اون از آکادمی مرچنت مارین در ایالات متحده فارغ التحصیل شده. پدر تحصیل کرده اون از این بابت خوشحال بود. رابرت کاری در شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا پیدا کرد و اونجا مشغول شد. در قیاس با همدوره‌های دانشگاه حقوق کمی دریافت میکرد، اما به عنوان شغل اول این مبلغ بدک نبود. اما بعد از 6 ماه استعفا داد و برای یادگیری خلبانی به نیروهای دریایی ملحق شد. این بار پدر تحصیل کرده ناراحت شد، اما پدر پولدار بسیار خوشحال بود. پدر تحصیل کرده رابرت نمیدونست پسرش به چه علتی باید از شغلی تا این اندازه عالی چشم پوشی کنه، چرا که از نظر اون امنیت شغلی یعنی همه چیز، در حالی که پدر پولدار اعتقاد داشت بهترین کار یادگیریه. پدر پولدار رابرت اعتقاد داشت برای پول درآوردن تخصص داشتن ضروریه، اما پدر پولدار برعکس اون رو قبول داشت. پدر پولدار فکر میکرد خوبه در مورد خیلی چیزا اندکی بدونی. رابرت برای یادگیری تجارت در آکادمی مرچنت مارین حضور یافته بود. از طرفی به نیروی دریایی ملحق شد تا هدایت و رهبری نیروهای ارتشی رو یاد بگیره، چون از پدر پولدار شنیده بود سخت‌ترین بخش اداره یک شرکت هدایت افراده. سال 1973 که از ویتنام برگشت به فروشندگی برای شرکت زیراکس مشغول شد. پدر تحصیل کرده رابرت از این بابت احساس شرم میکرد، چون از فروشندگی نفرت داشت. پدر پولدار اما به رابرت افتخار میکرد. سال 1977 رابرت اولین شرکت خودش رو راه اندازی کرد و غروب سالگرد 30مین تولدش اولین کشتی حاوی محصولات شرکت اون کره رو به مقصد نیویورک ترک کرد. بعضیا میگن کلمه شغل در انگلیسی جاب رو میشه مخفف در شرف ورشکستگی در نظر گرفت. متاسفانه در واقعیت خیلی از افراد با این مسئله روبرو هستند، چرا که دانشگاه‌ها اعتقادی به ضرورت آموزش هوش مالی ندارن. در نتیجه جمعیت کثیری از افراد فقط برای پرداخت هزینه‌هاشون کار میکنن و نمیتونن پیشرفتی داشته باشند. این روند در بلند مدت به فاجعه منتهی خواهد شد. به عقیده رابرت باید برای یاد گرفتن کار کرد، نه برای به دست آوردن پول. شما قبل از انتخاب یک حرفه ابتدا مهارت‌های لازم را تعیین کرده و اونها رو یاد گرفته و در دور باطل کارمندی گرفتار میشوید. چرخه‌ای که بیرون اومدن از اون بسیار مشکله. رابرت به دیالوگی از فیلم جری مگوایر اشاره میکنه. در این فیلم تام کروز نقش یک کارگر اخراجی رو بازی میکنه. جایی در فیلم کروز از همکاراش میپرسه چه کسی حاضر همراه اون بیاد. یکی از همکاران اون میگه من دوست داشتم، ولی موضوع اینه که 3 ماه بعد قراره ترفیع بگیرم. در کل فیلم تنها دیالوگی که مایه‌هایی از حقیقت در اون به چشم میخوره همینه. افرادم برای مشغول نگه داشتن خودشون و کار کردن جهت پرداخت هزینه‌های زندگی چیزی مشابه همین جمله رو به خودشون میگن. با این حال اگه واقعا پول بیشتری میخواید باید چشم به راه آینده باشید. به جای اینکه صرفاً برای امنیت داشتن کار کنید، خوب شغل دومی رو انتخاب کنید که مهارت آنی داشته باشه. مثلا در شرکتی که بازاریابی چند مرحله‌ای انجام میدید کار کنید. به این ترتیب بر ترس از شکست و طرد شدن خودتون غلبه خواهید کرد. هرچی باشه همونطور که قبل از این هم گفته شد در بلند مدت تحصیلات از پول مهمتره. به عقیده رابرت جمله سگ پیر به سختی حقه‌های جدید یاد میگیرد تا حدودی درسته. اگه شما عادت به تغییر نداشته باشید یا میلی به این کار نشون ندید، تغییر کردن براتون دشوار میشه. با این حال اگه همکنون در زندگی با موقعیتی روبرو شدید که در شرف تغییر کردن قرار دارید، اجازه بدید بهتون کبیرگرمی بدم. سخت‌ترین بخش تغییر تصمیم گیری برای تغییر کردنه. بعد از عبور از این مرحله
دیگه باقی مسیر نسبتاً آسونه. اگه دوست ندارید چیز جدیدی یاد بگیرید و میخواید فقط در یک زمینه متخصص بشید، بهتر دنبال حمایت‌های قانونی از طرف اتحادیه کار مربوطه بگردید. پدر تحصیل کرده رابرت هم دنبال همین بود. از سوی دیگه پدر پولدار هر کاری که از دستش برمی اومد انجام میداد تا شرکت‌هاش با هم متحد نشند. البته رابرت میگه در این قضیه جانب عقیده خاصی رو نمیگیره، چرا که هم موجودیت و هم عدم موجودیت اتحادیه های کاری فواید خودشو داره. به عنوان نمونه اگه خود اون شغل خلبانی رو ادامه میداد، تمام عمرش رو وقف یادگیری مهارتی میکرد که تنها در یک صنعت به درد میخورد. در اون صورت بعد از بازنشستگی پیدا کردن شغلی به عنوان مربی پرواز براش مشکل بود. مهارت چیزی نیست که ضرورتاً از یک صنعت به صنعت دیگه‌ای منتقل بشه. متاسفانه جهان پر است از افراد با استعداد اما فقیر. علت فقر این افراد دونسته هاشون نیست، بلکه چیزایی که از اون خبر ندارن. پدر فقیر رابرت دوست داشت اون در زمینه خاصی تخصص پیدا کنه، چون فکر میکرد به این ترتیب میشه درآمد بیشتری داشت. از طرف دیگه پدر پولدار احساس میکرد یاد گرفتن موضوعات مختلف بهترین راه برای آشنایی اون با بازارهای مختلفه. پدر پولدار میخواست رابرت و مایک مهارت‌هاشون رو افزایش بدن. نسل جنگ جهانی دوم اعتقاد داشت عوض کردن شغل کار اشتباهیه و تا آخر عمر باید در همون حرفه‌ای که از ابتدا داشتید باقی بمونید. اما نسل جدید اینطور فکر نمی‌کنه. نسل جدید میگن هر چند درآمدی که از تعویض شغل به دست میاد در کوتاه مدت کمه، اما در بلند مدت ارزششو خواهد داشت. اصلی ترین مهارت‌های ضروری مدیریتی برای موفقیت عبارتند از 1. مدیریت جریان نقدینگی، 2. مدیریت سیستم‌ها و 3. مدیریت افراد. مهارت پایه‌ای که برای موفقیت شخصی احتیاج دارید فروشندگیه. منظور توانمندی برقراری ارتباط با اشخاص دیگره، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند. به گفته رابرت خود اون هم به طور دائم بر تقویت مهارت‌های فروش کار میکنه. به این منظور همیشه در دوره‌های مرتبط شرکت کرده یا منابع آموزشی رو تهیه میکنه که در افزایش دانش اون مؤثر هستند. همونطور که خود اون هم نوشته پدر تحصیل کردهش به مرور که در شغل خودش توانمندتر میشد، بیشتر کار میکرد و بیشتر در تله دور باطل گیر میافتاد. هرچند حقوق اون افزایش پیدا نمیکرد و حق انتخابش هم محدودتر میشد. به همین دلیل پدر تحصیل کرده تصمیم گرفت به اتحادیه ها ملحق بشه، چون متوجه شده بود عضویت در اتحادیه ها به نفع اون تموم خواهد شد. لازمه علاوه بر خوب بودن در امر یادگیری، فروشندگی و بازاریابی، معلم ها و دانش آموزان خوبی هم باشیم. برای ثروتمند بودن باید هم در بخشیدن و هم در دریافت کردن خوب باشید. اون دسته که از نظر مالی یا حرفه‌ای گرفتارن همیشه در ارتباط با بخشیدن و دریافت کردن مشکل دارن. علت فقر خیلی ها اینه که دانش آموزا یا معلمان خوبی نیستن. هر دو پدر رابرت آدم‌های بخشنده‌ای بودند و این کار براشون به صورت یک عادت در آمده بود. تدریس یکی از روش‌هایی بود که برای بخشش استفاده می‌شد. تفاوت ما بین دو پدر در این بود که پدر پولدار از پول خودش هم می‌بخشید و هرچی بیشتر می‌بخشید بیشتر هم دریافت می‌کرد. اون می‌دونست برای دریافت پول باید پول بخشید. با این وجود پدر تحصیل کرده هرگز پول اضافی نداشت. در نتیجه رابرت ترکیبی از هر دو پدر داشت. اون سرمایه‌داری است که عاشق پول درآوردنه، از طرف دیگه معلمیه که برای خودش مسئولیت اجتماعی قائله و دغدغه افزایش شکاف ما بین دو گروه فقیر و ثروتمند جامعه اون رو آزار میده. کتابخوان آنلاین. غلبه بر موانع. تفاوت اولیه ما بین فردی ثروتمند و فقیر در مدیریت ترس نهفته است. ممکنه بعد از کسب سواد مالی در مسیر خودتون به کسب ثروت با موانع چندی مواجه بشید. در ادامه 5 دلیل که مانعی سر راه گسترده شدن ستون دارایی شما هستند میشنوید. این دلایل عبارتند از ترس، بدبینی، تنبلی، عادات بد، تکبر. غلبه بر ترس. رابرت میگه تا حالا در تمام عمرش کسی رو ندیده که بابت از دست دادن پول خوشحال باشه و از طرفی ثروتمندی رو هم ندیده که در مقطعی ضرر نکرده باشه. با این حال افراد فقیری رو ملاقات کرده که هرگز پولی از دست ندادن، یعنی هرگز سرمایه گذاری نکردن. با این وجود ترس از دست دادن پول ترسی واقعیه. همه چون این ترسی دارن که البته مشکلی نیست. مشکل هنگامی رخ میده که قرار باشه با ترس خودتون مواجه بشید.
عاملی که در زندگی شما تفاوت ایجاد میکنه نحوه مواجهه شما با شکسته. البته ترسیدن به هنگامی که موضوع پول وسط باشه اشکالی نداره، چون علیرغم این موضوع هم امکان ثروتمند شدن هم هست. همه ما در بعضی مسائل قهرمان هستیم و در بعضی دیگر میترسیم. پدر پولدار رابرت ترس‌های مربوط به پول را میشناخت. اون جمله معروفی داشت که میگفت اگه از خطر و نگرانی متنفر هستی زودتر دست به کار شو. اگه کار سرمایه گذاری رو از دهه دوم زندگیتون شروع کنید خیلی راحت‌تر ثروتمند میشید تا یک دهه بعد از اون. اما اگه دهه سوم رو هم تموم کرده و هنوز شروع نکرده باشید چی؟ چطور میشه با هراس از دست دادن پول کنار اومد؟ در مقابل پدر تحصیل کرده ی رابرت هیچ کاری برای آیندهش انجام نداد. اون صرفاً از مواجهه با آینده خودداری میکرد. پدر پولدار به رابرت توصیه میکرد مثل تگزاسیا فکر کنه. در تگزاس همه چیز بزرگتره. وقتی یک تگزاسی برنده میشه پیروزیش هم بزرگه و وقتی میبازه باختش هم چشم گیره. معمولاً در زندگی موفقیت بعد از شکست به دست میاد. وقتی میخواید دوچرخه سواری رو یاد بگیرید ناچارید که زمین بخورید. اگه بخواید گلف بازی رو یاد بگیرید حتما در زدن بعضی از ضربات ناموفق خواهید بود. اگه تا به حال عاشق شده باشید میدونید که احتمال دلشکستگی هم هست. به همین منوال هرگز ثروتمندی رو نمیبینید که در عمرش ضرر نکرده باشه. پدر پولدار میگفت تگزاسی ها هرگز شکست هاشون رو پنهان نمی کنند. به جاش از شکست خودشون الهام میگیرند. شکست به اونها انگیزه برنده شدن میده. حقیقت اینه که شکست به برنده ها الهام میبخشه و بازنده ها رو از دور خارج میکنه. شکست بزرگترین راز برنده هاست. اگه از شکست خوردن نفرت دارید پس احتیاط پیشه کنید. اما اگه میخواید از دور باطل خارج بشید باید راهی برای مقابله با شکست پیدا کنید. اگه شکست خوردن شما رو تضعیف کرده یا ناراحتی شدیدی رو براتون به وجود میاره پس همین روشی رو که تا به حال در پیش گرفتید ادامه بدید. یعنی از خطرات استقبال نکنید. غلبه بر بدبینی. احتمالاً داستان جوجه کوچولو رو شنیدید. جوجه‌ای که به این طرف و اون طرف میرفت و به همه هشدار میداد که قرار اتفاق وحشتناکی بیفته. خیلی از مردم اینطور رفتار میکنن. همه ما درون خودمون یک جوجه کوچولوی این مدلی داریم که نشون دهنده افکاری با منشأ ترس و تردید هستند. همه ما تردیدهایی داریم. بعضی وقتا شکمون تا به اندازه افزایش پیدا میکنه که فلج میشیم. به همون دونسته های قدیمیمون میچسبیم و فرصت ها رو از دست میدیم. حس بدیه که درونمون ریشه دوونده، جلوی حرکتمون رو میگیره. سر و صداهایی از داخل سرمون میشنویم که البته ممکنه از بیرونم بیاد. به عنوان نمونه دهه 1950 که همه جا صحبت از تهدید وقوع نبرد اتمی بود، ساخت جانپناه رواج پیدا کرد. در حالی که اگه همین پولو برداشته و در بازارها سرمایه گذاری کرده بودن به احتمال زیاد از نظر مالی مستقل شده بودن. متاسفانه دلیل فقر بسیاری از مردم اینه که گوششون به دهان انبوه جوجه کوچولوهای بدبینه و حرفشون رو قبولم میکنن. حرف این جوجه ها خریدار داره. نادیده گرفتن شایعاتی که در مورد نابودی و سقوط دنیا و اقتصاد مطرح میشه شجاعت زیادی میخواد. اما سرمایه گذاران عاقل میدونند که همیشه بدترین دوران بهترین وقت برای پول در آوردنه. بنابراین وقتی دیگران اونقدر میترسند که دست به هیچ حرکتی نمیزنند این افراد تکون میخورند و سودشون رو هم گرو میکنند. شک و بدبینی همون چیزیه که افراد و فقیر نگه داشته و باعث محتاط بودنشون میشه. جهان در انتظار شماست تا ثروتمند بشید. همین شک و شبهه ها هستن که شما رو عقب نگه داشتن. بیرون اومدن از چرخه دور باطل آسونه و نیاز به آموزش چندانی هم نداره. با این حال شک خیلی از افراد رو فلج میکنه. فرد بدبین هرگز در زندگی پیروز نمیشه. بدبین اهل انتقاده اما برنده تحلیل میکنه. بدبینی انسان رو نابینا میکنه در حالی که تحلیل چشم آدم رو باز میکنه. رابرت با شنیدن جمله من نمیخواهم میدونه که گوینده این جمله بدبینی شدیدی داره. این افراد از اون چه نمیخواند دوری میکنند اما بهای گزافی رو به این خاطر میپردازند. شاید چیزی که میخواند و هرگز هم به دست نیارن، چون صرف زمان برای تحلیل گوش به دهان جوجه های کوچک دارند. پدر پولدار به رابرت توصیه کرد همون کاری رو بکنه که
کلونل ساندرز انجام داده بود. ساندرز در سن 66 سالگی کسب و کار خودش از دست داد و مجبور شد به حقوق دریافتی از بیمه تکیه کنه. به همین خاطر به فکر افتاد تا دستور جوجه سوخاریش رو به دیگران بفروشه. بیشتر از 1000 بار با جواب رد روبرو شد، اما همچنان به تلاش کردن ادامه داد. در سن و سالی که خیلی از افراد دست از تلاش میکشند، کلونل مولتی میلیاردر شد. اون انسانی شجاع و استوار بود. وقتی احساسی همچون جوجه های کوچیک دارید، مثل کلونل ساندرز عمل کنید. جوجه رو بگیرید و سوخاریش کنید. غلبه بر تنبلی. اغلب اوقات تنبلترین افراد اونهایی هستند که سرشون از همه بیشتر شلوغه. خیلی اونقدر سرشون شلوغه که نمیتونن مراقب وضعیت سلامت یا ثروت خودشون باشن. بهانه‌شون هم یکیه. همه اونها سرشونو شلوغ‌تر از این حرفا میدونن. خودشونو مشغول میکنن تا از مواجه شدن با چیزی که دوست ندارن خودداری کنن. اونها در اعماق وجود خودشون همین بهونه رو میشناسند و اگه بروشون بیارید با خشم و عصبانیت جوابتون رو میدن. داروی تنبلی کمی هرسه. خیلی از افراد با این باور پرورش پیدا کردند که هرس چیز بدیه. با این حال در وجود همه ما چیزیه که باعث میشه تا دنبال چیزهای زیبا، جدید و هیجان انگیز باشیم. والدین برای کنترل این مسئله در کودکان خودشون حس گناه رو القا میکنند. کلماتی که والدین به کار میبرند اونقدر روح بچه‌ها رو آزار نمیده که احساس خشم و گناه این کارو میکنه. پدر تحصیل کرده رابرت از جملاتی مثل من پول کافی رو برای فلان چیز ندارم استفاده میکرد. جملاتی شبیه این سبب قفل شدن مغز میشه و دیگه امکان بحث با فرد گوینده وجود نداره. با این حال پدر پولدار هرگز از چنین جمله‌هایی استفاده نمیکرد، بلکه بچه‌ها رو تشویق میکرد تا بگن چطور میتونم پول لازم رو برای فلان کار جور کنم. جمله‌ای که اونا رو وادار میکرد مغزشون رو به کار بگیرن. جمله‌ای مثل من پول لازم برای فلان کار ندارم منتهی به غم و غصه و ناتوانی شده و اغلب افسردگی هم به دنبال داره. از طرف دیگه جمله چطور میتونم پول لازم رو برای فلان کار جور کنم هیجان و خیال پردازی به دنبال داره و امکانهای مختلفی رو پیش پای فرد قرار میده. ذهن قوی تری رو به وجود میاره و روح رو به وجد میاره. امروزه افراد بسیاری رو میبینید که از احساس میل و حرص خود برای داشتن چیزهای مختلف شرم میکنند. احساسی که ریشه اون به گذشته برمیگرده. اونها دنبال چیزهای بهتر و گرون قیمت‌تر هستن، اما طوری شرطی شدن که میگن از پس پرداخت هزینه هاشون بر نمیان. چطور میشه بر تنبلی غلبه کرد؟ کافی اندکی حرص داشته باشید. از خودتون بپرسید اگه مجبور به کار کردن نبودید و پول لازم برای گذران اموراتتون رو داشتید، زندگی چطور بود؟ اگه برای برخورداری از چیزهای بهتر حرص یا میلی ندارید، هرگز پیشرفتی هم نخواهید داشت. اصلی ترین سوالی که باید از خودتون بپرسید اینه که من دنبال چیم؟ البته حرص بیش از اندازه مانند هر چیز افراطی دیگه ای نامطلوبه. غلبه کردن بر عادات بد. زندگی ما به جای اون که انعکاسی از تحصیلاتمون باشه، بازتاب دهنده عادات ماست. یکی از عادات بدی که افراد فقیر دارن اینه که به جای اینکه در ابتدا به خودشون پول پرداخت کنن، حق و حقوق دیگران رو میدن. اونها به خودشون مبلغی اختصاص میدن که بعد از همه پرداخت‌ها پولی باقی مونده باشه. البته این حرف به معنی عدم پرداخت صورت حساب‌ها و هزینه‌های خودشون نیست. این کارو باید انجام بدید. ولی ابتدا برای خودتون مبلغی رو در نظر بگیرید. ستون دارایی هاتون از همه مهمتره. حتی اگه پول کمی هم داشته باشید، همیشه ابتدا برای خودتون مبلغی رو کنار بذارید. این مسئله از این رو مهمه که انگیزه بگیرید. اگه به طلبکارا پول ندید، دنبالتون میان و در نتیجه انگیزتون برای اینکه پول بیشتری در بیارید بیشتر میشه. یعنی دنبال راههایی برای پول درآوردن میگردید. اگه در مقابل برای خودتون آخر از همه مبلغی رو در نظر بگیرید، هرچند فشاری روی خودتون احساس نمی‌کنید، اما در انتها ورشکسته میشید. وقتی در ابتدا برای خودتون مبلغی برمی‌دارید، به لحاظ مالی، ذهنی و جسمی قوی‌تر میشید. از طرف دیگه با قرار دادن خودتون در نوبت آخر پرداخت‌ها ضعیف‌تر خواهید شد. غلبه کردن بر تکبر. افراد بسیاری برای پوشاندن جهالت خودشون از تکبر استفاده می‌کنند. این دسته تلاش دارن تا راه خودشونو در میان بحث‌ها به عنوان پیروز میدان باز کنند. البته خودشون هم نمیدونن در مورد چه چیزی حرف میزنند. نه، هرچند دروغ هم نمیگن، اما حقیقت کامل رو هم بیان نمیکنند. در جهان مالی افراد بسیاری رو مشاهده میکنید که اطلاعی از موضوع مورد بحثشون ندارند. اونها صرفاً برای فروش به ایراد سخنرانی مشغول هستند. وقتی نسبت به جهالت خودتون آگاهی پیدا کردید، برای کسب اطلاع بیشتر کتابی مرتبط یا تخصصی در زمینه مربوطه رو پیدا کنید. شروع کار.
رابرت میگه ای کاش میشد ادعا کنم که به دست آوردن ثروت کار آسونیه، ولی در واقعیت اینطور نیست. در پاسخ به کسایی که میپرسن من از کجا باید شروع کنم، اون معتقد پیدا کردن معاملات خوب آسونه، اما برای این منظور باید بسیار فعال باشید. باید قاطعانه تصمیم بگیرید و برای پیدا کردن معاملاتی با سود چند میلیون دلاری از نبوغ مالیتون بهره بگیرید. مشکل اینه که نبوغ مالی ما به خواب رفته و منتظر بیدار بشه. دلیل به خواب رفتنم اینه که فرهنگ ما پول رو چیزی شیطانی معرفی کرده. در مقابل آموزشی که به ما دادن اینه که به سختی کار کنیم تا پول به دست بیاریم و اون رو هزینه کنیم و اگرم مبلغ بیشتری رو میخوایم از دیگران قرض بگیریم. بیشتر جمعیت جهان از همین ایده تبعیت میکنند، چرا که پیدا کردن یک شغل و کار کردن به ازای دریافت حقوق آسان‌تره تا یاد گرفتن راه به گردش در آوردن پول. اگه جز این دسته از افراد نیستید، شاید خوب باشه این 10 مرحله رو برای تمرین تقویت نبوغ مالی خودتون به کار بگیرید. اگه دنبالشون کنید عالیه، در غیر این صورت هم تصمیم با شماست. به این ترتیب قدرت‌های نهفته الهیتون رو که تحت کنترل خودتونه فعال کنید. 1. دنبال قدرت معنویت باشید که از واقعیت قوی تره. 2. از قدرت انتخاب آگاه باشید و هر روز دست به انتخاب بزنید. 3. از قدرت اتحاد آگاه باشید و دوستان خودتون رو با دقت انتخاب کنید. 4. از قدرت یادگیری سریع استفاده کنید و ابتدا یک فرمول رو یاد بگیرید و بعد در فرمول دیگری مهارت پیدا کنید. 5. از قدرت نظم شخصی استفاده کنید و ابتدا به خودتون حقوق بدید. 6. قدرت توصیه های خوب رو بدونید و ابتدا به دلالانی که براتون کار میکنند حقوق بدید. 7. قدرت بخشیدن به ازای دریافت هیچ چیز رو یاد بگیرید و همچون هندویی بخشنده باشید. 8. از قدرت تمرکز استفاده کنید و برای خریدن کالاهای لوکس ابتدا دارایی خریداری کنید. 9. قدرت افسانه ها را بدونید و قهرمان ها را به عنوان سرمشق خودتون انتخاب کنید. 10. قدرت بخشیدن رو بدونید و آموزش بدید تا دریافت کنید. اگر باز هم دنبال یادگیری مطالب بیشتری هستید، به این توصیه ها عمل کنید. خیلی از افراد با خوندن 10 مرحله‌ای که در بخش قبل شرح داده شد ناامید میشن. اونها اعتقاد دارند که مراحل گفته شده صرفاً یک سری فلسفه بافی هستند تا اقدامات واقعی. بعضی از افراد عادت دارند به جای دست به کار شدن اول فکر کنند. بعضی هم برعکسن. رابرت هم ایده های جدید رو دوست داره و هم از دست به کار شدن لذت میبره. رابرت برای علاقه‌مندان به انجام کارها لیست مختصری رو از گام‌هایی که خودش طی میکنه ارائه میده. 1. شغلتون رو ترک کنید. 2. به دنبال ایده های جدید باشید. 3. به دنبال فردی باشید که همون کاری که مد نظر شماست رو انجام داده باشه. 4. در کلاس ها شرکت کنید، مطالعه کنید و به سمینارهای مرتبط برید. و 5. تا میتونید پیشنهاد بدید. رابرت ماجرای دوستی رو تعریف میکنه که از اون درخواست کرد تا در خرید آپارتمان کمکش کنه. اونها از 6 خانه بازدید کردند که 2 تاشون خوب بودن و 4 تای مابقی هم مناسب ارزیابی بودن. با این حال رابرت به دوستش گفت برای خرید هر 6 تای اونها نصف قیمت تعیین شده رو به صاحبانشون پیشنهاد بده. دوست رابرت و نماینده بنگاه املاک از شنیدن این حرف نزدیک بود غالب تویی کنند. این دوستم هنوز به دنبال معامله مناسب به قیمت مناسبه. نتیجه داستان اینه که تا میتونید به هنگام معامله پیشنهاد بدید. شما که نمیدونید فروشنده با چه شرایطی موافقت خواهد کرد. به علاوه وقتی پیشنهاد میدید حتما بندی برای مواقع اضطراری در نظر بگیرید. و یاد داشته باشید پیدا کردن مورد مناسب برای معامله خیلی شبیه قرار گذاشتن برای آشنایی است. تقریبا همه جنبه‌های زندگی شامل جستجو، پیشنهاد دادن، رد کردن، مذاکره کردن و پذیرفتن میشه. برای پیدا کردن معاملات خوب میتونید از این نکات استفاده کنید. 1. به محیط اطراف توجه کنید. به آگهی‌های املاکی که مدتی برای فروش عرضه شدن نگاه کنید. احتمالاً فروشندگان این املاک به نسبت اونهایی که تازه به بازار عرضه شدن بیشتر حاضرند با مشتری راه بیان. 2. در تمام بازار چانه زنی کنید. سود موقع خرید به دست میاد، نه موقع فروش. 3. جاهای درستی رو بررسی کنید. به عنوان مثال یکی از دوستان رابرت آپارتمانی رو به قیمت $100,000 خریداری کرد، در حالی که رابرت واحد دیگه‌ای رو در همسایگی همون خونه به قیمت $50,000 خرید. اون برای دوستش توضیح داد که سود رو موقع خرید به دست میارن، نه هنگام فروش. 4. ابتدا فردی رو پیدا کنید که به دنبال خرید باشه، بعد کسی رو پیدا کنید که قصد فروش داره. 5. بزرگ فکر کنید. 6. از تاریخ عبرت بگیرید. 7. عمل کردن همواره بهتر از بی‌عملی است. 3 نوع درآمد. در دنیای حسابداری 3 نوع درآمد وجود داره. 1. درآمد معمولی یا حقوق ماهیانه. 2.
درآمدهای حاصل از دارایی‌ها و 3. درآمد منفعل. زمانی که پدر تحصیل کرده ی رابرت به اون توصیه میکرد درس بخونه و نمرات خوبی بگیره و شغل امنی رو برای خودش پیدا کنه، در واقع رابرت رو تشویق به کار برای به دست آوردن درآمد نوع اول میکرد. از سوی دیگه پدر پولدار به رابرت و مایک توصیه میکرد که ثروتمندا برای به دست آوردن پول کار نمیکنن، بلکه پول رو در خدمت خودشون به کار میگیرن. اون در واقع اونها رو به داشتن درآمدهای نوع دوم و سوم تشویق میکرد. کلید تبدیل شدن به فردی ثروتمند، توانمندی برای تبدیل درآمد به دست آمده به انواع درآمدهای حاصل از دارایی‌ها و منفعله. این خود دلیل دیگه‌ایه که باید پول رو در خدمت خودش به کار بگیرید. دولت برای درآمدی که شما جهت به دست آوردنش کار میکنید مالیات بالاتری رو وضع میکنه تا درآمدی که حاصل کار کردن پول برای شما باشه. کلید آزادی مالی. کلید آزادی مالی و ثروت توانایی فرد برای دگرگون کردن درآمد خودش به درآمد منفعل و یا حاصل از دارایی هاست. پدر پولدار بیشتر اوقات رو صرف آموزش همین مسئله به رابرت و مایک میکرد. رابرت هم از همین راه به ثروت خودش دست پیدا کرده بود. اگرم کار میکرد به دلیل انتخاب شخصیش بود، نه اینکه مجبور باشه. اون و همسرش صاحب شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستقلاتی هستند و شرکت دیگه‌ای رو هم مخصوص آموزش‌های مالی تأسیس کردند. پدر پولدار همیشه اعتقاد داشت سرمایه‌گذاران واقعی صرف نظر از وضعیت بازار همیشه پول به دست میارن. یکی از دلایل این مسئله به اعتماد به نفس بالای اونها برمیگرده. اعتماد به نفس اونها هم از این رو بالاست که از ضرر کردن نمیترسن. در مقابل سرمایه‌گذاران متوسط پولی به دست نمیارن، چرا که میترسن چیزی از دست بدن و نحوه حفاظت از خودشون رو هم بلد نیستن. پدر فقیر رابرت فکر میکرد برای موفق بودن فقط داشتن تحصیلات و شغل خوب و سالها سخت کوشی کفایت میکنه، ولی پدر پولدار هم تحصیلات رو مهم میدونست، اما میخواست تا رابرت و مایک تفاوت سه نوع درآمد رو بدونن و آگاه باشن برای به دست آوردن کدوم نوع باید زحمت بکشن. از نظر اون هر کسی که ثروت عظیمی میخواد باید اصولی از این قبیل رو بدونه. دست به کار بشید. هر انسانی دو موهبت داره که نحوه استفاده از اونها کاملا وابسته به خودشه. 1. ذهن. 2. زمان. آنلاین. این نکته رو با فرزندان خودتون در میون بذارید تا آنها را برای جهانی که در انتظارشون هست آماده کنید. آینده شما و فرزندان شما به واسطه انتخاب‌های شکل میگیره که همین امروز انجام میدید.